اینجا استان گیلانه. اینم تالاب انزلی زیباست که ثبت بین‌المللی شده. کافی همین الان یه سرچ کنید تا عکس‌های زیباشو ببینید. اما این عکس‌ها برای سال‌های خیلی دوره. از تالاب انزلی فقط یه خاطره مونده برای گیلانی‌ها. این تالاب انزلی امروزه. دیگه خبری از گل مرداب و ماهی و پرنده‌های مهاجر نیست. اینجا دیگه شبیه تالابی که ما میشناختیم نیست. میپرسی چرا اینطوری شده؟ بیا تا بهت بگم. ریختن رطوبات و فاضلاب‌های صنعتی و خانگی و همینطور سموم کشاورزی به تالاب، آتش زدن عمدی نیزارها، تصرف اراضی و ساخت و ساز در حریم تالاب، رشد بی‌رویه گیاهان مهاجر مثل سنبل آبی و از همه مهمتر خشکسالی که انسان باعثشه. باید به هم کمک کنیم تا خاطره‌های قشنگمون از تالاب برگرده.